غروب جمعه بودش، داشتم از آفرود برمیگشتم، دیدم یه 200 هفته‌ای پشت من داره نور بالا میده. اومدم بکشم کنار از سمت چپم رد بشه، اونقدر سرعتش بالا بود نذاش کامل من برم کنار، قشنگ مالید رفت. جلوتر زدیم بغل واسطادیم، پیاده شد داد و بیداد آقا چیکار میکنی چه وضعشه. من جا خوردم، مقصر من نبودم که اومد زد و رفت. ولی اون لحظه اصلا من نگران نبودم، میدونستم یه برگه برنده دارم. گفتم باشه زنگ بزنیم افسر بیاد. افسر اومد، دیدم 180 درجه قضیه رو داره برعکس تعریف میکنه، اصلا برگام ریخت. رفتم کنار افسر گفتم جناب سروان من تو ماشینم دوربین ثبت وقایع دارم، میتونید کامل ماجرا رو ببینید. افسر فیلمو دید، هم یک خورده جریمه‌اش کرد، هم به جرم اینکه می‌خواست هم منو متضرر کنه و اینکه مأمور قانون گول بزنه ماشینش هم خوابوند. مدل از دوربین‌های بند انگشتی این فلتی‌ها هستند که به صورت بیسیم طراحی شده و قابلیت جاسازی در بسیاری از بخش‌ها رو دارن. یکی از مزیت‌های بارز این محصول امکان اتصال بیسیم به گوشی‌های موبایل که امکان تماشای زنده تصاویر رو از راه دور امکان پذیر می‌کنه. این محصول زاویه دید خیلی وسیعی داره و اندازش بسیار کوچیکه. قابلیت ارتقاء آسان باتری داخلی رو داره، بر روی هر نوع وسیله‌ای نصب میشه. قابلیت استفاده به صورت سیار و ثابت رو داره. نصب و جاسازیش آسونه، به واسطه سیم 15 سانتی دوربین نصب و جاساز میشه. همچنین داره اپلیکیشن برای انواع گوشی‌های اندروید و iOS، قابلیت تنظیم کیفیت فیلمبرداری عکاسی رو داره. در زمان فیلمبرداری مداوم 4.5 الی 5 ساعت و در حالت استندبای تا 8 الی 9 ساعت شارژ نگه می‌داره و تا ظرفیت 128 گیگ از حافظه‌های میکرو پشتیبانی میکنه. برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت فروشگاه رول استور مراجعه کنید.